سلام دوستان، من پین هستم و مثل همیشه آقای متین هم هست و ما در برنامه به شدت بله هستیم. چرا؟ چون میت ریده. عالی ایرانی که آقای ایلیام اومد. اولین مقایسه پیرمردی که با دیدن ویدیوی من داره گوشاشو میشوره ورسس دختری که بعد از دیدن ویدیوی من داره چشماشو میشوره. متینی که داره ویدیوی تو میخنده. گزینه سوم. وایسا، اول قدرت، بعدش شروع میکنه در مورد جذابیت. فهمیدی؟ آها. خب نگاه کن. از نظر قدرت اونی که داره گوشش چیز میکنه، چون میتونه ببینه و بره بقیه رو بزنه، میدونی؟ ولی اونی که چشاشو داره میشوره نمیتونه ببینه، در دیوار میزنه، خودش میره خودشو میکشه. فلسفه شما خیلی مهمه ولی مشکلی داره. پیرمرده اونی که داره گوشاشو میشوره. خب نکن، از قدیم گفتن پیرزن رفت یردش پیرمرد. نگاه کن، این پیرمرده در واقع میتونه با گوشش یه آب پخش کنه. خب اگر تو جلوش وایسی، نه البته سمت چپش وایسی، هیچ میشی. البته وایسا یک عقیده رسیدم. اون دختره که تا چشاش میشوره قوی تره، چون عینک بالا سرش داره، میتونه عینکو بذاره جلو چشاش دیگه آب نخوره. منطقی شد. ولی وایسا ببینم یه فلسفه. اون پیرمرده داره آب از گوشش رد میشه میره اون یکی گوشش، یعنی تو مغزش خالیه. از نظر جذابیت در نتیجه ضربه مغزی نمیشه. میگم وایسا هنوز قدرت مونده، تو میری جذابیت. قدرت دارم میگم دیگه، این زنه، چون عینک. خب رأیاتون رو بدید. زن. خب من به پیرمرد رأی میدم. زن. اول آروم باش. خب انتخاب کن. پیرمرد، چون سلاح قدرت داره. خب ایلیا انتخاب کن. زن، چون میتونه اون عینک رو بذاره جلو چشاش، بعد دیگه آب نمیبینه، میتونه بره همه رو بکنه. نه البته نمیتونه. خب اوکی، پس برنده این بخش پیرمرد شد. بعدی جذابیت کدوم؟ جذابیت پیرمرد، چون داره میخنده. منم پیرمرده، چون به نظر پولدار میاد. خب پس با رأی من هیچ تغییر نمیکنه، ولی خب پیرمرد خیلی خوش دوستش دارم. پیرمرد کلا بود. بعدی این سنجابه توی همین اسمش چی بود؟ همین شنل قرمزی ورسز اون یک چیز سنجابه توی چیز یادم نمیاد اسمانی میشنش چی بود. چرا؟ بعد دارش هر دو تاشو قهوه میخوردن انرژی میگرفتن، انگار مواد زدن. آها. از نظر قدرت سنجاب سمت راستی که داره میزنه اینو پرت کنه، پس آره. خب نت درست شد. الان دوباره ادامه ویدیو. خب کجا بودم؟ ببین این سنجابه از نظر قدرت، بله هنوز داریم در نظر قدرت میگیم. این سنجابه کاملا هنوز انرژی داره و سالمه، ولی این یکی سنجابه که این دیگه زده رفته. خب ناخن سمت چپی از اونجایی که چشماش قشنگ داره به چیز من نگاه کنه. چیز من چیز پین چیز ویوره وایسا میشه چیزا گاز بگیره و از نظر قدرت بهتریده. اگه قرار من گاز گرفتم باشه، متین هم میتونه گاز بگیره. تو ایلیا چی میگی؟ من و متین گفتیم سمت چپی. منم میگم چپی، چون یه سیس گنگ بودن گرفته، انگار رفته باشگاه میخواد متین رو یا ویورا رو بگیره، در عنایت الهی قرار بده. مهم سر چی میخواد بگو، من سانسور میکنم، ولی ترجمه سکن نگوی، چون انا در جذابیت من بازم میگم سمت چپ. راستی بدون دلیل میگم راستی. خیلی عجیب بود. این سمت راستیه عکسشو تو پینترست پیدا کردم، اون سمت چپی هم ساجست شد. راستی بدون دلیل. ناخن سمت چپی بازم خوشگله، ناخن میخواد بخوره.
متین بهت میده تا همه میخوام برم بخورم. اگه اینطوریه خب راستی هم از پایین داره به چیز تو نگاه میکنه میخواد اونم بخوره. نه بگی این راست. به بالا نگاه میکنه. آها دیگه اون زیرشه، یعنی سنجابه زیر متین. نه نگاه کن سمت چپی. آها عالی. نگاه کن سمت چپی بهتر از نظر. خب بعدی پیرمرد ورسس تایلایت اسپارکلزی که مرده بعد از پیرمرد. فایت دادن با پاتریک. آها ادامه قبلیه. پاتریک برد. آره نه، نه پاتریک. پاتریک شکست خورد ولی تایلایت زخمی شد. آها. آخر نفهمیدیم مرد یا زخمی شد. زخمی شده ولی الان داره میمیره از زخمی شده. خب از نظر قدرت من میگم پیرمرد، چون میتونه اون همون چیزی که دستشه رو بکنه تو. آره خب ولی من میگم توایلایت. میدونی چرا؟ چون این بال داره میتونه پرواز کنه ولی نکن اگه پیرمرد میفته سکته میکنه میمیره. زخمی شده باشه چجوری میخواد پرواز کنه؟ نه ببین بالاش زخمی نشدن. اگه اینطوری پیرمردم چیزش هنوز سالمه. چه مدرکی داره از اینکه اونجا سالمه؟ تست کردی؟ آره عالی. معلومه، از جلوی دقت کنی معلوم. ناخه از نظر من پیرمرد چیز محاسبات میکنه که چطوری اونجا بکنه و از اونجایی که داره محاسبات میکنه که بکنه چونش پس پیرمرد. خب پیرمرد از نظر قدرت برد. از نظر جذابیت من میام باز توایلایت. آره چون بنفشه صورتی. البته میدونی پیرمردم چون کچله اونم خوشگل. دقیقا من میخواستم همینه بگم. خب پیرمرد. پیرمرد. خب پیرمرد بود. پنگوئن هایی که دارن بحث میکنن که آیا ویورای پین جین ورسس این سنجابه تو تیسپا که داره محاسبه میکنه که تو گی. اگه از نظر قدرت باشه سنجابه، چون یه نفره و میتونه بقیه رو بگیره اگه گین بکنه. ولی چپیا چون همشون دارن فکر میکنن اگه بخوان یه نفر رو بکنن نمیرسن همشون یه نفر رو بکنن، بخاطر همین طول میکشه و تا اون موقع پلیس میاد و پلیس اونا رو میکنه. هیچ کس با هم واقعا نمیجنگه. خب دارن میکنن کردن هم یه نوع جنگه. نکن سمت راستیه در واقع دو نفر رو کرده و داره چیز داره محاسبه کنه چطوری 8 تای دیگه بکنه چون که انگشتاش 4 تا. از اگه یه نظر دیگه بخوایم حساب کنیم نکنون چند نفره اگر دارن این راستیه رو نگاه میکنن چند نفره میتونن راستیه رو بگیرن بکنن. ولی این نکته هست این پنگوئن ها همشون آموزش دیدن و مأمور مخفی هن ولی چون دارن فکر میکنن اون سنجابه وقت میکنه بهشون حمله کنه. نه دیگه راستیه هم داره فکر میکنه. خب نه اون کمتر فکر میکنه. اون فکراشو کرده. چه دستاشو میگیره شبیه دکتر استرنج میشه. از نظر قدرت راستی. منم موافقم راستی. بله راستی است. از نظر جذابیت چپی، چون چند نفر خوشگل اون وسط وایسادن ولی اون یه نفر زشت هست. زشت هم نیست خوشگله ولی اون یه نفره. تو چند تا پول میخوای یا یه دونه کون؟ بسته این به کیفیت نکن. نه سمت راستی خوشگل تره. واسه دوستان میخوام یه فکتتون میگم. میدونستید پنگوئن ها در واقع پر دارن ولی اینقدر پراشون کوچیکه که انگار ندارن. عالی. این کوچیکه این که مثلا سمت چپ پنگوئن سمت چپی که الان موسم موشه این بچه است. قبل بکنم من نظرم سمت چپ. آره چپ چون بچه است. ولی این نکته دیگه هم هست سمت راستیه پنگوئن سمت راست همه راسته این همه چی دو دهنش همه چی میتونه دهنش بکشه بیرون حتی این قصیر دهنش تا نهایت جا داره. آها بیا بکن. خب الان کدوم به نظرتون؟ چپ. جذابیت به نظر من هنوز راست. بله راست. منم خب مساوی راست شده. بود. آن دوستان ما یادمون رفت خداحافظی کنیم. من پینم، این ایلیا بود، اینم متین گین همشون. چنل رو ساب کنید کامنت نکن. اگر 26 تا لایک بگیره این ویدیو داشتاق من میکنم. Bye 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 bye